بوز سینا یا بوز سینا بریم که داشته باشیم. پنجشنبه ساعت 12 شب راه افتادیم به سمت ارومیه، منطقه دالامپر. شبم اینجوری کنار هم خوابیدیم. صبح لیدرامون سخنرانی کردن و لندورهامون اومدن و رفتیم به سمت دامنه. لندور هم رفت و برگشت 400 تومن بود. اول نرمش کردیم، بعد یواش یواش راه افتادیم. یعنی از طبیعت زیبای این منطقه و نظم گروه نگم واسهتون، چون یک قسمتی از کوه یخچال 4 فصل وجود داره. مردم محلی به زبان محلی بهش بوزسینه میگن. یه کوچولو استراحت کردیم و بعد 2 ساعت رسیدیم به گله. 1 ساعت روی گله لذت بردیم و راهی برگشت شدیم. پایین که رسیدیم با این نمای زیبا رسیدیم به پایین. یه کوچولو دوباره نرمش کردیم، زود ناهار رو خوردیم و رفتیم با بچه‌ها تا لندور بیاد استوایی بازی کنیم. کلی خوش گذروندیم و بعد کلی خوش گذرونی رسیدیم تبریز.